مرمت فکر میکنید در دور 4-1 نهایی کدام دسته ها خوب برآمد میکنند؟ ما فکر میکنیم جوانان بسیار تماشا میکنیم همین فوتبال. فکر میکنیم همین کماندای برزیلیا امسال چمپیون میشه. برای که این آرزوی درونشون بود چیزی که در بالا قید کردیم در برزیلیا که بود باید تنوع بگیرن. ما شخصا خودم مخلصم در نمی گروه زور بازی میکنن ناتوری کنج بازی میکنن پشتیان و با پیش برزیلیا. پیشگوییتان نسبت دور 1/4 نهایی جام جهان اوید با فوتبال چی است؟ فوتبال اوید با فوتبال در همین 1/4 فینال ازیر 8 کماندا باقی موندگیان. بگذار که کدام کماندا زور است بازی میکند مبارزه میبرد بگذار همون کماندا فینال بروید. ما طرفداری همون کماندایی هستیم که بازی میکنن بازی خوب نشون میده نه اینکه طرفداری مسی رونالدو ایسوس گپا نیست. همون کدامی که زور بازی میکنه بگذار bayrak هم مملکت در بین دنیا مثال بلند بردارن. فکر میکنید در دور 4-1 نهایی کدام بازی از همه جالبتر میگذرد؟ با فکر من این فرانسه با همراهی گرمانیا دسته گرمانیا فوتبال بازی خوشتر میکنن. انا ممکن که گرمانیا جای نمایی رو اشغال نماید. ما بسیارتر همین بالا چیک پرتغال بودیم که غلبیت به دست نیاورد اما در همین اشک فینال غلطی داشت اما ما حال هم دستگیری را به دست ندادیم. اولی باشد بالا چیک گرمانیا هستیم. ما میخواهیم که گرمانیا سوپر کوبک فیفا 2004 رو به دست بیارد. گرمانیا با پیش ما بالا چیک میولر که حالا باشد 3 گل زده است با دوام میتید. دور 1/8 نهایی چمپیونات جهان اوید با فوتبال به انجام رسید و 8 دسته بهترین دنیا به دور 1/4 نهایی برآمدند. فکر میکنید که بهترین دسته در بین این 8 دسته کدام است؟ به نظر من که همین فوتبال رو تماشا میکنم همین برزیلیا و زیکوا و زمویشی ایشون دو دستن همین پیش برزیلیا ایشون که همین در دولت چون بازی فوتبال رفته استوده است اما چون bayrak چون هم میوردورن برزو دارم که هم توجیکوی خدمون رنگ همو واسکیانه چی کلوب راوشن واردورن bayrak همین توجیکستانه در مبین هم دولت های دور دست مورا بشنوسن.